یک وقت یک خانم بود پیشمه اصطلاحات حقوقی را میخواند، از ایران بود به نام خانم گولی. یک وقتی به خیالم آوازخوان بود چی بود در ایران و باز بالاخره از ایران گریخته بود و رفته بود در سویزرلند، آمد کابل و یک روز از ما تقاضا کرد، گفت استاد من اصطلاحات در این بخش حقوقی کار میکرد، گفت من اصطلاحات حقوقی رو بر من تشریح کنم. من روزانه یک 4-5 اصطلاح را برش تشریح میکردم. وقتی که اصطلاح تشریح میکردم من گفتم شما چی وظیفه دارین؟ گفت من مسئول حقوق در صلیب سرخ، مسئول چی هستم، بخش زندان ها، دفاع از حقوق زندانی ها. باز میگفتم خانم گلی نمیشه یگان قصه ای برای ما بکنین؟ باز میگفت استاد میگم چی قصه بکنم؟ دوستی فعلا سر دستان چی هست؟ والا یک 3 تا جوان دوستیشون زیر دستم هست. این 3 تا جوان عرصهشون یکی از اینا یک دختر بیچاره عاجز جاهل همراهش رابطه گرفته که ما عاشق تو هستم و معشوق مستی و چطور هستی، و بالاخره این دختر برده به شکل از اشکال به خانه خود و وقتی که به خانه خود برده 2 تا رفیقای دیگه خودم دعوت کرده و یا هر 3 از اینا بالای از این دختر تجاوز جنسی کردن و باز در ختم از او به خاطر از اینکه رسوا نشن هر 3 از این دختره که گرفتن در گردنش کت دستمالش یا کدام چیزی که بوده ایره گرفتن خفک کردن کشتن و بالاخره در یک برجی انداختن و بردن یک جای که ایره در یک طرف پرتن که گیر شدن و عرصهشان او وقتها دیگه تقریبا 15-16 سال پیش بود. گفت که فعلا در یکی از زندان است. من گفتم باز شما چی کردین؟ گفت والله ما رفتم وضعیتی 3 نفر جوان بسیار سخت بود، خیلی دلم برشان سوخت. خب شما حالا چی میخوای بگن؟ گفت والله من میخواهم پیشنهاد کردم که باید مسئولین بر از اینا اتاق خوبی برشان بتن، اونا رو در زمین کم نمالود بود برشان تختی بگیره، اضافه از تخت و گپا مثلا اونا بیچاره مثلا گوشتشان کم بود، حداقل هفته 3-4 روز گوشت بخورن. من گفتم یگان من تو کباب پلو و ترا اینیا مگه برشان داده شوه یه چیزا گرشه خیلی خوب میشه، حقوق بشر هست دیگه. من گفتم خب آل او دخترکی که کشته شد، تجاوز شد، قتل شد، سرش قدر ظلم شد، حقوق از او چطور میشد؟ برای من میگه استادی خارجی بازات یک عادت که زیاد که بشینید با دلیل یاد نداشته باشه دیگه باز چی میگه this is not my business, none of my business. چی معنی none of my business؟ با ما مربوط نمیشه. این بزنس معنی است دیگه. بزنس اصلی چی است؟ که اون 3 تا لچک لندغر قاتلی که باید قصاص شوه برای او باید چپرکت بخره و باید برای یک دیشانتن بانه، برای یک مثلا چی باشه که دیگه باز چی میگه؟ واقعا استاد باز تو احساساتی گپ میزنه. بیچاره هیچ از جریان جهان خبر نداشتن. خبرها چی است؟ مثلا هفته ما یگان فیلم ما هم سعی کنه یگان چیزام سعی کنه. باز گفتم خیر است باز کسی خلاص شد، خلاصم شد باز بخیر. والا آقا کوشش میکنیم که زود خلاص شون و باز بریم یک 20 تا دختر دیگه چی کنن؟ تجاوز کنن. باز تو برشون یک 20 تا چپرکت دیگه باز برشون بخیر. اینی از حقوق بشره که حقوق بشر الله را چون نظام الله که است چی میگن؟ باید دی سرزمین تو هم حق داری زندگی کنن، این هم حق داره حق زندگی بکنن. تو مسلمان هم اگر هستی حق از این مسلمان دیگر را تلف میکنی باید چی شما؟ قصاص شما. الله میگه این قصاص چی است؟ حیات است. حیات کی است؟ حیات کل جامعه هست. اینال اگر کسی نظام قضایی الله را بپذیره مسلمان است. اگر بگه نیست من ایره قبول ندارم، من قطع دست قبول ندارم که سارق دستش قطع شود. یک نفر میگه کاش که می دست سارق چرا قطع شود، بیچاره گناه داره، یک چند پا یک دوزی کرده. الله متعال برش نشان داد. یک روز صاحب تقاضی خود گرفته بود پیسه‌های خودش کیسه برزه. من گفتم چطور است لالا؟ والله اگر دست مرشبه یک دستش نه دست دیگه ایشون قطع میکنه. این قبرغیش لغت میکنم مشکنم. تا دیروز کن سر دیگاه که آمد باز یکون تر الله متعال خودش نشان میده. خودش باز پیسایکای خودش که زد باز میگنی قبرغایشان میشه. گفتم نه حقوق بشر است. خب یک نفر بعضی اوقات یکون تا پرسان میکنه، خیلی از کس پرسان کنه جوابش برش میگه چرا
قاتل باید قصاص شود. خیلی چی شود؟ نه میگه قاتل یک چند سال بندی شود. حقوق بشر است. من گفتم خب یک نفر دست سیاه شده تا به اینجا نه؟ تو دکتر هستی دا؟ خب پروفیسور هستی؟ بله. چرا دکتر دست سیاه شده مریض قطع میکنه؟ باز خودش میگه که به خاطر از این که از این دست که از جزء وجود انسان است، اگر قطع نکنه این سیاهی چی میشه؟ زیاد شدن میره، شانهشان میگیره، سینهشان میگیره، پایهشان میگیره، کاملا این نابود میشه. وقتی کل از این نابود میشه، پس باید دکتر دست از این مریض چی کنه؟ آری دکتر مهربان است یا نامهربان؟ دکتر مهربان است. به خاطر که با قطع کردن دست مریض بدن از انسان از چی نجات داد؟ از هلاکت نجات داد. این حال اینمی جامعه که هست، این کل جامعه مثل بدن انسان است. کل جامعه ما شما هر کدام ما پرزه ازی هستیم. شما تیاره است، هر کدامش یک پرزه داره. توسط این پرزه های تیاره حرکت میکنه. جامعه بشری هم همین قسم است. توسط این انسان ها که پرزه های ازی هستن این حرکت میکنه. حالا یک پرزه سیاه شد، چتل شد، میکروبی شد، ویروسی شد و کل جامعه را تهدید میکنه. این باید چی شود؟ این باید قصاص شود.